باشه ببین مادر کو زنگ زنم اما زنگ نزنم به 30 سال به فکر ما نمیشه یک ترمز چای یک پیرنونی رای کنه به می سرا از گوشنگی ما کشته شدو بله سلام علیکم مادر اشتنی مادر خوبی سلامتی شکر که به ما کی نور رای میکنی گوشنگی کشته شدم الده به می سرا شاله شهید شدم آخه زودتری رای کنی گلا با گلا میکنی تو بیا چی بی؟ بیا یک دقیقه چیه گله که پگه شیشته با امرو گلا میکنی بابا طلاق بر بوستونا مایا بوستونا طلاق تو مایا بوستونا چری؟ همه ماما جبار آه خبر داری که من خود دختری علیشینی کردم الان 1 سال میشه ماما جبار علیسی بچه قربه گرفتم دادی من بردم الان میگه که دختر تور نمایه دختر تور نمایه میگه دختر من تور نمایه گلگوتی چری؟ ما شو میگه حالی اردو پا خور یک لینک کرده گفته که با گیلا که با ما بدین خور می نزم تا چنور کبیلی ترام میزنه مرد درگیره گیلا گناه تو نیه تو خاطر آدم بیکاسی اونایی به سر تو فیلم بازی میکنه بیشتر فیلم اونا چی میگن دروغ میگن جبار مایه طلاق دختر خواستو بوستوره خب ما همین میگم ما دیگه پا ما چی به تو عجینم حلاف ریزه میکنم اونایی به سر تو فیلم بازی میکنه انال از اون روزا من ماست دختره انال بابا ما میگه گفته که چیز من نمام اما چون ساده پتانی اما چون هیچی نداره خرج خور چیز پیدا نمیکنه مدار از این مثلا پیرزاله پیارم نداره دالشته کنم من ای دروغ میگه خوبه تنیر میندازه خوبه سر تو بیچاره کلا میکنم دختر خواستو میستونم میرم به دیگه کشوره به کدو کشور میرن گیپک مثلا نمیگم به کشور نه میرن دختر خوبه دیگه جا عروس میکنه چیکار کنم اشته کنم من دیگه آلی هم تو خاطر چیز نداری کلون اینا تو بیچاره بیکاسی دیگه خدا آدم بیکاس نکنه زنده باشی گیپک تو نمیشه بیایی کلون ماشی تو با جمع پیار ما مثلا بگی به چی اندر میبیده چه میخندی ایتا ندگه باید که چیزی میکنم ایتا ندگه با ایتا میگم تو سیکو چطور کنم چیکار کنم بلک یک چیزی بکن برفمه میتونی به تو رو حالی به دست میدم خب اول برو پیش خسور خو اختار ده بگو اگه طلاق دختر خواهد من میستونی من میرم پیش ارباب عرض میکنم برو پیش ارباب امیتا مسئله های که خسور تو به تو بدبختی های کده برو به پیش ارباب بگو ارباب هم اگه برف تو نکد برو به لسولی عرض کن خوبه اول برو به پیش خسور خب بگم گناه دارم اختار دیا اول اختار خود نمیشه اختار بدم اول برو مقبول قبض اگه برف نکد با اختار دی اگه اختار هم قبول نکد برو به پیش ارباب خوبه ارباب هم اگه نشد برو به لسولی عرض کن خوبه یعنی تو کلون ما نمیشی یا نه دیگه خوبه بازم یک پیچی خودی تو امرای میکنو خود نداری یک 300 بدی جون بگه از خاطر کرای خود ندارم به یوسفلی برم تو برو اگه با سعی کنه مرباب جواب تو رد داد و بیا به پیش من پول بغش کن 300 با میدی
برو. خدا آدم بی کس نکنه، خاطر کسی نداره. طلاق دختر خوازی بیچاره مثل شته دل ببزی وسو. گیلک جشتنی برو. خوبه بخیری؟ جان تو جوره. چره؟ با چه کار شده؟ شوهر تحصیل. با چی گپ شده؟ چی نگم؟ آره من خود سنواده خسرو و جنجال دارم. جنجال داری؟ چرا با جنجال؟ آره بعد از 6 با 1 سال بچه چند سال آره نسبت به بیا آمده میگه که با پیار خوب و مدار خوب گفته که من به گیلک نده که اگه من گیلک من بستنده اگه من به گیلک بدیم عریشی من بگیریم من خور من دادم و تحت نور در میدم گوزیر در میزنم خور در میدم الان من نمیفهم چه کار کنم. به خاطر چی خور در میدم؟ حالی بگه گیلک همون نمایم. اوه از روز اول ماسته؟ از روز اول تا درس پیشتر لیلا من همیتا ماسته که هر دم همه میگو جیگرجی و نفسیو انا حالا با پیار همیتا میگه خودی همیتا میگه برفتن روبرو استاده شدم میگه ها من تو نمام چرا نمی من روز اول نمیفهمیدم من پیار من داده و تو داده تو رو حال من نمایم تو لوکی ننگی این گپ باز نو شده دیگه که تو رو نمایم پیاری هم گفتم نمیدم همیتا گفته؟ گیلک جو ما شوک با خونه ششته نیم همیتا گپ بالا میشه در رابطه تو همی خسور تو ما اختلاط میکنم و ما مادر و خانواده که میگم جبار خسور تو دگه مردم اگر 420 نباشه خسور تو 520 بفهمیدی با خونه میگم اگر ای آدم پلان ندیشتی اینا که علیشونی بوده چرا عروسی خور اینا بهم 1 روز نگرفتم او عروسی بچه خوربه که عروسی از این وقت ناکوتک باشه که 4-5 ماه تیشه به سر از این فیلم بازی کنم. آنال من میگم انال می قومم میگه تو دیونی بیاقلی خدا رسی میگه تو اصلا از 2000 تخته بیشتر کم داری تو چرا روز که عریسی کردم من 1 روز عریسی میگرفتی کلاک میکندیم مصرف هم اضافی هم نمیشد. ساده بیاقل او میفهمیده که عریسی تو دختر بچه خور 1 روز نگرفته به خاطر ازی گفته باشه که چند وقت تیر شه کو باز همیتا جنجال تیار کنه. آخه تو خبر داری 20 سال پیش که دختر خوربه داد به مو مرتکه داد جنجال کرد مرتکر به ولسوالی کش کرد 4 لک روپیه پیشکشی بود 5.5 لک روپیه مرتکه پیشکش گیری که آخر مرتکه مجبور شد 5.5 لک پول بزو تیار کرد که عروسی دختر از کرد. این باجی کلون بله او آدم جنجالیه من تو یک چیزی ما به تو گیلک میگم ایر بزو نماز یلا نکو باشه کار رقم چیزی مای باشه. ما نون ماست ندادیم بریو هر چی هم ولا گردن ما بند به مرغا زندمان کشتیم یا من تو مقه سبید گوشت خرج کردم بازی او رک فرک از او نرو که از او بترسی کو همون تا جنجالیه به فکر ازی نشو. نه او 420 او بگیره رو بس میکنه 520 او 10% دیگه بالا یا 420 تور نمیشناسی او خودم میشناسم من مقدار به تو میگم برو رد از او یلا نکو اگر زن میراد یلا نکو نه ما زن خور یلا بدم شهر هرته به خاطر که تو آدم بیکس دیده اگر تو یک برار کسی به پهلو خو میداشتی امرو نمیتونست خودت توی جنجالات یار کنه. نه من ماشی میگم میگه نه ماشو میشتنه چی رقمه میگه یلا دیولگی نمیگه آنی نه من خود نمیفهمه بیچاره قاطع شده. آخه برار خوربه کردم خوار تو رو انگار که مفت جفت بخونه خوبور پیشکش نداد. ما میگم من نمیفهم باشه حالا گیپک گفته که من 300 پول به تو میدم برو بولیس ولیاس. آفرین خوب فکریه گیپک گفت خوب فکریه من به زیرا استاده یو 300 هم تو پول میدی ها هر چی مسته بشه میدم برو ادعا کو بسر از او کاکا جان باید یه عروسی تو از اون به 1 روز میگیری چرا نگیری به چی خاطر نگیری؟ خوبه برو بخیر باشی با کی بیا برای 300 برو جو هر دمی که تو به کار داشتی بیا بدم سراغ موتو 300 پول بده. خوبه دیگه چی میگی؟ خوبه میشه مال به کار داشته باشه نیلی اصلا گیلک خوب پیش بیا اینجا که بخود گپ زنم کسی خانه داری اصلا گیلک خوب تو آدم کو هستی ساده مادر تا بیچاره هم که سل کرده من ایرون به شما میمونم که شما اشته خودی میت آدم جنجالی خیشی کردین تو یک کار دیگه هم با ما بکنه میبینی خسولدری میتونه تو جدان تو بهم باشه فکر این گرفته کاکا با من میگه دوما جو کوشا به 80 خریدی بیدن خود به ترختامو انا کوشا به پاخو کدام به این کناورده بیده قربان انا کاکا جو تو بگیری کوشا ما به درد من نمیخوام مردم با من پوزخند میزنن این کوشا اصلا کوشا بده این کوشا فقط مثل لب سک بیریانه سه کوچک داده
جیره همه پامو قلبه شد کف پامو میخله به زمین به ریگا گیلک کسی که خودی تو 420 نکنه خیر به جلوی نمیآید. چرا تو آدم سادی؟ من صغیر من بابا خدا نفری میکنم خدا میری بابا جبار خسرو ببندی بشینیم پر زنی خیر گریه نکو، خیر غمی نداره. حالا تو می کجا بری؟ تو حالا کجا می بری؟ من در سلاینا برو عد خودی و گفتم بگو من طور یلا نمیکنم به زیر رقم. همون زنتم طور ماید. این آدم خیلی آدم گندیه. این پیش کرده که بگو نمام کوی سادیه. بدیدیم شما گیلک جو اشتنی کاکو جو. سلام علیکم من ننوش اشتنی کاکو جو خوب یاره هستن خیریات می شکر گیلک جو. من بیام آدم من اختار میدم شما من اختار میدی؟ ها امی آدم هوشیار کوکو خورم اختار میده. نه اصلا کوکو بی کوکو من مال اشتباه شده پیش من هر کس بده سر گوش تو رو کرده. خوب گیلک مال پیش من اشتباه شد چرا گیلک جو من اختار بدی؟ مال پیش من اشتباه شد خب چی اشتباه؟ امی که بیام آدم مرا دست شما بیش کردم من یاد ما برفتی بود که شما کنم من زن خور مایو من به من گفتم که اگه تو بیاقلینی ما به تو پول هم میدیم برو بولوس ولی عرض کو اول برو پیش ارباب سید انا بگو اگه گپ قبول نکردم برو عرض کو من زن خور مایم من زن خور یالا نمیدم گیلک جو تو مثل بچه برار منی بریم من بری تو کوکایم. گیلک جو این آدمایی که به تعدی خودی تو گپ میزنن اینا مایم تو بفهمید تو دیونه خطاب کنم میگم گیلک دیونیه. آیا من تور نمایم برابر همین چیشا خود تور مایم همین زندگی ما فدای سر تو یکیم گیلک جو همین کسی که تور نماسته باشه تمر نماسته باش اصلا تم نماسته باش. راست میگی مثلا همین دختر به تور نمایم بله ها تم نماسته باش ها میشه ها مقبول میریم خودی تو یک پولیس ولی خط نوشته میکنی نشان شخص میکنی نه تفکر نکنه که باشه گلگوته صدا کنم بگم من نماید که انگار که بری ما بگو گفت جو پیر جو برو بری چیز بگو بری گیلک بگو که من گیلک نمایم گیلک مر نماسته باشه دیگه. خب آنال ماما چیزه خب شما داده من عروسی کنیم من داده من بچه خوب انال من دختر شما رو عروسی میکنم من چرا نماسته باشه که چرا ما میپرسم از او. خب من یه صدا کنم از خودی بپرس اگه تور ماست که عروسی تور میکنم اگه گفت نمایم خودی که تنبور نماسته شرط ما میده شرط ما ویر خلاصه گپ ما خلاصه خلاص تک تک نگی که پیارت اینجا استادیه بگو من گیلک تک تک فعلی درگه خونه باشه بطرم تک تک اگه شرط گفت مایا مایا دیگه اگه سبا عروسی میره بگیریم همین سبا عروسی تور میگیریم خوبه خلاص کی بود؟ سلام جیگر گلمه اشتنی جان جوره چی جیگر گلمه؟ کی کو بیا به در سرا؟ گلگوته تو سیکو هرچی نکنه تو نزبات منی ما تور عمر ماستم مر می حالا چرا میگی تو به در سلام بیامدی ما همی سوا پس سبا عروسی بگیریم اصلا من تور نمو اگه من با تو بدم خود به تنور بکنم در میدم خلاصه گپم با تو بگو که چرا نمیام نمایم من به پیار خم گفتم که من یادم نمایم خلاص پیار تو کجای ماله؟ به در شدم از سرا خب سیکو تو حال پیار تو نیه سیکو تو یک دفعه به تحت یاره به ایران هم میبرم من به هیچ جا نمیرم اصلا از سرا خود به در نمیشم به کشور لس آنجلس به هیچ جا نمیرم من تور نمایم که تو بر به جای ببری من پیاتون من نمایم برو برات کار پیاتون دیگه استاده به پیش بره بفهمیدی به خدا به سر رستم تا معرسی میگیرم برو خب گیلک جو بپرسیدی بلیا به دختر خو یاد میدی مردم به ما بگفتن من عقل من نیه آخی کوکو جگر مکو نرفتم بخونم نه دیشبا ترا او بر دیشب از او بر دیشب گیلک قول قرار ما تو چی من شد؟ میرم پیش ارباب سای میرم بولیس ولی میری بولیس ولی چه کار کنی؟ بله هم میگم دختر خود نمیده بد آدم حالا نمیده برو همی دست تو آزاد همی هر کاری که نکردی برو بکن برو دیگه تو به خوبی نفهمیدی گیلک تو خودی به شرط دسته که دیگه گفتی اگه من نمایه مامور نمایو بازالی میای بری بولیس ولی دست برش کنی
برو هرچ کو.